صنعت کفش هند به سمت پلیورتان رفته. چرا؟ طبق آخرین آمار، هند حدود 162,000 تن سالانه پلیورتان مصرف میکنه. آمریکا سالانه حدود 40 بیلیون دلار صادرات زیره کفش پلیورتان داره. در هند این مبلغ حدود 15 بیلیون دلار هست و در ایران سالیانه 10 میلیون دلار تولید و صادرات کفش پلیورتان انجام میشه. صنعت کفش هند تا الان متکی به چرم بوده، اما با توجه به جمعیت رو به رشد هند که در حال پیشی گرفتن از چینه و همچنین منابع رو به کاهش، چرم دیگه انتخاب منطقی و مناسبی نیست. حالا چرا کفش‌های پلیورتان؟ برای اینکه توی چند سال اخیر رقابت خیلی سختی با کفش‌های معمولی پیدا کرده و بازار رو قبضه کردن. چون بسیار مناسب برای انواع کفش، مخصوصا کفش‌های ورزشی و محافظ. به شدت سبکه، خیلی قویه، عمر خیلی طولانی داره و در برابر سطوح لغزنده بسیار چسبندگی بالایی داره. زیره‌های لاستیکی وزن سنگینی دارن و زیره‌های PVC به دلیل خاصیت ارتجاعی کم و شکنندگی برای تمامی موارد استفاده مناسب نیست. زیره‌های قدیمی اکثراً جنس چرم بوده که برای زمانهای بارانی به دلیل جذب آب و همچنین کمبود منابع طبیعی مناسب نیست.